امام بزرگوارمون رحلت فرمود و ما دیگه از برکات وجودش محروم شدیم، ولی این افتارکم فیکم الثقلین هست. یعنی واقعا یک ثقل حضرت امام خامنه‌ای رضوان الله علیه که این حقیقت زمانه یک ثقل هم حکومت اسلامی و نظام اسلامی و اسلامی. این دو ثقل ایشون زبان حال ایشون اینه که تارکم فیکم الثقلین، اینا امانتی است که از ایشون به دست ما رسید.